الله متعال میگه فعبد الله، بس الله متعال عبادت بکن. چه قسم عبادت بکن؟ مثل صحابه، مثل شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را عبادت بکن مخلصا. عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل امی صحابه و تابعین رحمهم الله جمیعا میه و عمر رضی الله تعالی عنه بیانیه میده. رئیس حکومت است، خلیفه مسلمان ها هست. وقتی که میه با بسیار تواضع چیغ نمیزنه، خشونت نمیکنه، مردم بیاب نمیکنه، و بسیار اخلاق عالی برشان میگه که ایها الناس، ای مردم اسمعوا بشنوین، ما میخوایم چند سخن بر شما بگم. یک صحابی میخیزه به نام سلمان فارسی رضی الله عنه، برش میگه والله لن نسمع، قسم به الله است که گپت نمیشنویم. عمر رضی الله تعالی عنه سکوت، چی موقفه که کل پیروایش است، وزیرایش است، کابینهش است، قماندانای بزرگش از کلانا هست، که سونه هر کس که یک اشاره چشم بکنه اون نفر چی میکنه؟ گردنش برش میپرن. نه، چون حق است. و حق از کجا گرفته؟ از قرآن عظیم شان گرفته. آل حقی است که باید راعی، خلیفه، کلان، بزرگ، رئیس حکومت اسلامی چی کنه؟ از رعیت انتقاداتش سر خود باید بشنوه. اینمی آزادی بیان اسلامی که داخل چوکات چی است؟ اخلاق است و ایمان است. نه آزادی بیانه که بخی دشنام بده، دعو بزن، توهین به مردم بکن، نامش آزادی بیان. آزادی بیانه که حق است که در قرآن است. پس این میفهمه که الله برای حق داده، حقش است که سر ما انتقاد بکنه. برش نمیگه که چرا یا سلمان یا پیشانی خدا ترش کنه. حتی در الفاظی که روایت میشه در الفاظ نمیگه که چرا سلمان. میگه در بین عربا قانون است که عربها وقتی که کسی را زیاد احترام میکنه او را به نام پسرش یاد میکنه. برش میگه لماذا یا ابا عبدالله، برش میگه چرا پدر عبدالله. که او با تشدد قار حق خود مطالبه میکنه و میخواد که حق بر مردم برسانه. و عمر رضی الله تعالی عنه چه قسم برخورد و عکس العمل مثبت قرآنی مطابق کتاب الله و در چوکات اخلاق قرآن عظیم الشان حق از این میخواد برش بده و پرسانش میکنه لماذا یا ابا عبدالله. برش میگه چرا پدر عبدالله، چی اشتباه کردیم؟ حتما کدام غلطی کردیم که گپ مرا نمیشنوی و میگی والله لن نسمع، ما عربی قسم است ما نمیشنویم. سلمان فارسی برش میگه که ما به خاطر از این نمیشنوم که پیرانه که تو پوشیدی. همین روز است که عمر رضی الله عنه یک دانه پیران نو پوشیده، یک دانه پیران، یک لباس جدید پوشیده. میگه لباسی که به جان تو به تن تو هست. سکن اونا حتی در لباسش رو چی میکردن؟ محاکمه میکردن و علنا و در مقابل کلگی. و برش میگه چی که در لباس میره؟ میگه همین تکیه که به جان تو هست همین تکره. بله او روز ما و شما در یک معرکه رفته بودیم در جهاد، در غنیمتی که گرفتیم وقتی که تقسیم بندی شد برای کلگی ما و شما سهم مساوی داده شد. درست است؟ اگر 2 متر بود برای تو هم 2 متر داده شد، برای ما هم 2 متر داده شد، برای دیگرها هم 2 متر داده شد. ما که قدم هم پخش است و تنومندم نیستم و تو که ماشاءالله قدت هم بلند است و خوب چارشانه هستی، الله بسطن فی العلم و الجسم و عمر رضی الله تعالی عنه داده بود، مثل طالوت علیه السلام واره. تو هم جسم خوب قوی داری و هم قد بلند داری. وقتی او تکه برای من جور نشد، برای تو چطور جور شد که تو امروز را پیران جور کردی؟ یعنی در گپش غیر مستقیم این معنا هست که تو از مال غنیمت چی کردی؟ زیاده گرفتی. فهمیدی یعنی؟ پس وقتی یک رهبره که در مال غنیمت و در مال بیت المال و در مالی که همه در اونا اشتراک دارن در او خیانت میکنن، از روش تو ما گپش و بیانش بشنویم؟ والله لن نسمع. تا که این مشکل حل نکنیم ما گپ تا نمیشنویم.
عمر رضی الله تعالی عنه چون به حق بود و غلطی نکرده بود و انسانی که در راه حق و مستقیم باشه هیچ وقت از انتقاد کس متأثر نمیشه. بفرمایین انتقادتون بگوین. عمر رضی الله تعالی عنه برش گفت که پدر عبدالله اجازه میدی سکو، حالا هم در رهبریت حکیمانه پیش میبره. متوجه هستین؟ میخواد که بنده خالق خود باشه. الله متعال میگه باید اینما تو انسان باشی. برش میگه ابا عبدالله اجازه میدی که امی مشکل پیراهن مره که من چی مشکل داشتم، چرا ما این پیراهن پوشیدیم، امی پسر ما عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما امی بر شما قصه بکنه که اصل قصه پیراهن چه قسم است تا قناعت شما حاصل شه. سلمان فارسی میگه بفرمایید. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگه که کاکا اجازه هست؟ میگه بله. میگه کاکا جان لیست که اون مال توزیع میشد که توزیع میشد با یادت از ده اون ما هم اشتراک کرده بودم؟ میگه بله بودی تو. با یادت است که 2 متر بر من قدر که بر خودت رسیده بود و پدرم رسیده بود بر ما هم رسیده بود؟ میگه بله. میگه پدرم امیر المؤمنین خلیفه مسلمان ها امروز میخواست که بیای برای شما خطبه بده و تصامیم خلافت اسلامی رو برای شما بیان بکنه. لباس نداشت، دلم برش سوخت، دلم برش سوخت که لباس نداشت و تکه کفایت نمیکرد. من امو سهمی خودم برای پدرم بخشیدم. مادرم از سهمی ما و سهمی پدرم برای امیر المؤمنین، برای خلیفه مسلمانان، برای از این پیراهن ساخت و ایر پدرم پوشیده و حال آمده و بر شما خطبه میده. آیا اجازه میتیدش که گپ بزنه؟ سلمان فارسی رضی الله عنه برش میگه که تکلم یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنه، حال گپ بزن نسمع، حال مشنویم. اینی هست حقی که قرآن عظیم شان بیان میکنه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که سلف صالح ما و شما هستن، اونا قرآن این قسم فهمیده بودن و ما نیاز داریم که قرآن به مو شکل بفهمیم که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. الله متعال میگه فعبد الله، بس الله متعال عبادت بکن. چه قسم عبادت بکن؟ مثل صحابه، مثل شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را عبادت بکن مخلصا. الله متعال برای ما و شما اخلاص اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بکنه.